تو سال 1389 بر اساس اون دستورالعمل افراد میتونستن چنانچه دفاتر پلیس به اضافه 10 برای موضوعات اونها رو تایید کند، جداسازی خودشون رو در سامانه درخواست بدن و عملاً با تایید دفاتر پلیس به اضافه 10 این کار صورت میگرفت. تصمیم رو بر این گرفته شد که چنانچه افراد درخواست جداسازی از خانوار اولیه‌شون داشته باشن، حالا بنا به دلایلی که عرض کردم، عمومیت، حضانت، بدسرپرستی، ناسازگاری، وسع اقتصادی و مسائلی از این دست، اینا حتما باید با اسناد و مدارکی مثبته و به ویژه عمدتاً با احکام قضایی باشه. یعنی من اگه تقاضا دارم که به هر حال بنا به دلیل قیمومیت یا بدسرپرستی یا ناسازگاری از خانوار اصلی خودم جدا بشم، حتما باید مرجع قضایی اونو تصویب کرده باشه و رأی صادر شده باشه. بنابراین دیگه صرفاً تاییدیه دفاتر پلیس به اضافه 10 ضمن سپاسگزاری از خدمات این عزیزان و بزرگواران، خب قانون دیگه ما رأی مرجع قضایی رو حتما میخوایم. تو مدل جدید تو آیین دستورالعملی که عرض کردم قراره بر این است که مواردی از این دست رو چنانچه رأی قضایی فرد در اختیار داشته باشد، اون رأی رو در سامانه NCR سازمان ثبت احوال کشور تو اون سامانه بارگذاری کنه و عزیزان سازمان ثبت احوال بررسی میکنن، طبیعتاً اگه خب رأی قضایی باشه که اونو اجرایی میکنن. حالا اگه تقاضای فرد صرفاً موضوع وسع اقتصادی باشه، یعنی فرد بالای 18 سال سن داشته باشه و اظهار کنه که من بنا به این که وسع اقتصادی بنزه کافی هست میخوام از خانواری که از ابتدا ثبت نام کرده بودم از اون خانوار جدا بشم، خب اینو هم در واقع مراتب تقاضای خودش رو اعلام میکنه در سامانه. وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی وسع اقتصادی اون فرد رو انجام میده، آیا اینکه اون فرد توانمند هست به لحاظ اقتصادی به اندازه کافی که جدا بشود یا نشود. بر اساس ارزیابی که وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی انجام میده و دهک اون فرد رو تشخیص میده، چنانچه وزارت رفاه وسع اقتصادی اون فرد رو تشخیص داد، اعلام میکنه که این فرد امکان جداسازی از خانوار اصلیش هست.